خب امروز قراره در مورد 2 خبر حرف بزنیم. اولین خبر در مورد دزدی روزی از BTS. دومین خبر هم در مورد افتتاح مرکز شوگا از BTS. ولی قبلش بیاین در مورد ولاگ مربی ورزشی اعضای BTS حرف بزنیم و تصاویری که از اونها در روزهای گذشته منتشر شده. مربی بدنسازی اعضای BTS در آمریکا در طی روز گذشته یک ولاگ ورزشی رو از تمرین کردن با جانگکوک نامجون و تیونگ در باشگاه منتشر کرده و تصاویری که منتشر شدن باعث دیوونه شدن آرمی‌ها شده. همه از آمادگی بدنی اعضای BTS و اینکه ورزش میکنن خیلی خوششون اومده و اونها رو تحسین میکنن که همیشه الگوی خوبی برای طرفداراشون هستن. خب حالا بریم سر وقت سرخط خبرها. چند روزیه که یه خبر باعث درگیری شدید بین 2 فندوم بلک پینک و آرمی شده. خبر مربوط به روزیه، خواننده اصلی گروه بلک پینکه. داستان از این قرار بوده که روزی یه پوستر از دستاوردهای خودش رو برای گرمی آماده کرده، ولی در اون رکوردی رو ثبت کرده که در واقع هنوز متعلق به BTSه. اون روی پوستر خودش بزرگترین دبیو آلبوم‌ها از اکت کی‌پاپ توی چارت بیلبورد آمریکا رو به نام خودش ثبت کرده. در حالی که 3 رتبه اول بزرگترین دبیوها در چارت بیلبورد آمریکا هنوز متعلق به BTS و روزی در این لیست رتبه 4 رو داره. خیلی از آرمی‌ها به روزی حمله کردن و گفتن که این کار اون یه دزدی کاملاً واضحه. البته نظرات خیلی مختلفی در این مورد وجود داره. خیلی از سولو استن‌های بلک پینک روزی رو متهم کردن که خیلی به چارت‌ها و آمار اهمیت میده. از اون طرفم طرفدارای روزی بقیه بلینک‌ها رو به این متهم میکنن که دارن حسادت میکنن، چون که بقیه اعضای بلک پینک نتونستن موفقیت‌های روزی رو به دست بیارن و به همین خاطر دارند روزی رو متهم میکنند که خیلی به چارت‌ها و اعداد اهمیت میده. خیلی از بیلینک‌ها برای دفاع از روزی گفتن که مشکل از کمپانی بوده و اونها این اشتباه رو انجام دادن. ما دقیقاً نمیدونیم مشکل از کیه، ولی در نهایت هنوز همین رکورد متعلق به BTSه. و در ادامه هم آرمی‌ها دارن میگن که روزی به لطف برونو مارس تونست خیلی از رکوردها رو به دست بیاره و بدون او و تنها هیچ کدوم از این کارها رو نمیتونست انجام بده. اونها میگن که اعضای BTS به صورت سولو تونستن رکوردهایی رو به دست بیارن که روزی و اعضای بلک پینک با همکاری‌های عظیم و بزرگ به سختی تونستن حتی به اونها نزدیک بشن. و اینکه در نهایت یک اشتباه که ممکنه از طرف کارمندان کمپانی رخ داده باشه، باعث نمیشه که ما تمام دستاوردهای روزی رو زیر سوال ببریم. خبر بعدی مربوط به مرکز درمانی شوگای BTS که قراره به زودی افتتاح بشه. گویا شوگا از اسفند ماه تا خرداد ماه با بچه‌های اوتیسمی کار می‌کرده و به اونها موسیقی یاد می‌داده. و در ادامه با همکاری یک بیمارستان در کره، مرکز درمانی مینیونگی رو راه‌اندازی کرده که از کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم حمایت می‌کنه. و همچنین 5 میلیارد وون رو برای پشتیبانی از این مرکز اهدا کرده. در روزهای اخیر شوگا بعد از 2 سال حساب اینستاگرامش رو بروز رسانی کرد. این موضوع باعث شد که باز هم توجه‌ها به سمتش جلب بشه. خیلی از طرفدارهای کیپاپ شوگا BTS رو متهم می‌کنن که برای پنهان کردن آبروریزی رانندگی در مستیش میخواد این کارها رو انجام بده. اگر خبر ندارید باید بدونید که شوگا در زمانی که سرباز بود در حال مستی با اسکوتر برقی رانندگی کرد و پلیس اون رو دستگیر کرد. دادگاه برای او 15 میلیون وون جریمه صادر کرد. بعد از اون شوگا تقریباً در هیچ رسانه‌ای حضوری نداشت تا اینکه بعد از برگشتن تمام اعضای BTS از سربازی در لایو 7 نفره اونها شرکت کرد و بعد هم خبر افتتاح مرکز درمانیش منتشر شد. نظرات خیلی مختلفی در مورد این کار وجود داره. خیلی‌ها میگن که کاش همه مجرم‌ها اینطوری کار بدشون رو جبران کنن. در حالی که خیلی‌ها هم میگن اون داره سعی میکنه با پول روی اشتباهاتش سرپوش بذاره. در نهایت به نظر من
اگر حتی کار اشتباهی انجام داده باشه، دادگاه اون رو متهم کرده و تاوانش رو هم پس داده. پس باید از این موضوع گذر کرد و این رو هم در نظر گرفت که داره سعی میکنه با انجام دادن کارهای درست اشتباهاتش رو جبران کنه. در کل، طرفدارهای کره‌ای همیشه نظرات خیلی تند و تیزی دارن و آرمی‌ها هم بیش از حد از BTS دفاع میکنن و سعی میکنن اشتباهات اونها رو کوچیک جلوه بدن. در مورد این موضوع هم برای من نظرتون رو بنویسید.